طبق گفته دولت آمریکا، مذاکرات صلح شکست خورد چون ایران حاضر به پذیرش توافق نشد. اما ظاهراً این کاملاً دروغ و برعکس واقعیت است. اکنون افشا شده که آمریکا و ایران بسیار نزدیک به یک توافق صلح بودند، اما نتانیاهو این توافق را متوقف کرد. واقعاً حیران کننده است. بیایید این تحول عجیب را با هم بررسی کنیم، چون طبق این روایت این موضوع میتواند ترامپ و نتانیاهو را به طور کامل تحت فشار قرار دهد. اما قبل از اینکه به مذاکرات صلح بپردازیم، دو نکته درباره محاصره دریایی ترامپ. گزارش‌ها میگویند عربستان سعودی وارد ماجرا شده و از آمریکا خواسته تا این محاصره را متوقف کند. اما نه به این دلیل که ناگهان طرفدار ایران شده، بلکه چون خودش هم از این وضعیت آسیب می‌بیند. گفته می‌شود عربستان به صورت خصوصی به واشنگتن فشار آورده تا محاصره تنگه هرمز را پایان دهد و به مذاکرات بازگردد. دلیل چیست؟ اگر ایران از طریق حوثی‌ها تنگه باب‌المندب را ببندد، عربستان آخرین مسیر صادراتی خود را هم از دست می‌دهد. بعد از بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صادرات نفت خود را به بندر ینبه در دریای سرخ منتقل کرده و تولید را دوباره به حدود 7 میلیون بشکه در روز رسانده است. اما یک مشاور سیاست خارجی ایران هشدار داده ایران باب‌المندب را همانند تنگه هرمز زیر نظر دارد و میتواند با یک فرمان آن را کاملا ببندد. مقامات انرژی عربستان هم به The Wall Street Journal گفتند که از حوثی‌ها تضمین گرفتند که به کشتی‌های سعودی در باب‌المندب حمله نکنند و اگر صادق باشیم، طبق این روایت ایران در این بازی مثل یک شطرنج باز قوی عمل می‌کند. هر حرکتی که ترامپ انجام می‌دهد، ایران برایش پاسخ و ضد حرکت دارد. Iran ist auf alles vorbereitet und hat auf alles eine Gegenmacht. در حالی که ترامپ بیشتر واکنشی و وحشیانه عمل می‌کند. حتی در موضوع محاصره هرمز هم ایران حالا یک ابزار جدید معرفی کرده. قایق‌های کوچک نظامی خود را که قایق‌های کلاس گندک میباشند در خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز مستقر کرده است. تعداد زیادی از این زیردریایی‌ها مستقر شدند و دستورهای روشنی دریافت کردند. هر کشتی دشمن که وارد آبهای ایران شود بلافاصله نابود خواهد شد. البته کشتی‌های جنگی آمریکا به خصوص ناوشکن‌های بزرگ احتمالاً به خاطر چند زیردریایی ایرانی شکست نخواهند خورد. اما موضوع این است که ایران به طور مداوم تسلیحات بیشتری وارد میدان می‌کند و می‌تواند یک حمله دست جمعی بزرگ انجام دهد. یک حمله همزمان از پهپادها، موشک‌ها، قایق‌های تندرو و زیردریایی‌ها و در کنار آنها مین‌های دریایی هم در منطقه پراکنده هستند. در حالی که ناوشکن‌های آمریکایی می‌توانند هر تهدیدی را به تنهایی دفع کنند، اما یک حمله ترکیبی می‌تواند بسیار خطرناک شود. در چنین شرایطی سامانه‌های دفاعی عملاً اشباع می‌شوند و اگر اولین ناوشکن‌های آمریکایی غرق شوند یا حتی یک ناو هواپیما هدف قرار بگیرد، آن وقت ترامپ آرزو خواهد کرد که ای کاش یک توافق صلح انجام داده بود. اما مشکل اینجاست، طبق این روایت اصلاً تمایلی به صلح وجود ندارد، حداقل از طرف اسرائیل. چرا؟ چون ابتدا اسرائیل به لبنان حمله کرد، در حالی که لبنان بخشی از آتش بس بود و بعد نتانیاهو شخصاً مذاکرات صلح در اسلام آباد را به شکست مواجه ساخت. البته روایت رسمی کاملاً متفاوت است. پس بیایید این ماجرای بدنام شکست مذاکرات دی.جی. ونس را ببینیم. Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. خب، جی.دی. ونس اینجا کلمه به کلمه میگوید که خواسته اصلی آمریکا این بوده که ایران سلاح هسته‌ای نسازد و چون بر سر این موضوع توافق نشد، مذاکرات شکست خورد. این همان روایتی است که در تمام رسانه‌ها تکرار می‌شود و همچنین همان چیزی است که دونالد ترامپ مدام میگوید. هیچ سلاح هسته‌ای
واقعی؟ هرگز. پس اگر این را باور کنیم، خب باید آمریکا دقیقاً همین را در مذاکرات هم خواسته باشند. یعنی ایران هرگز نباید بمب اتم بسازد. اما در واقعیت چنین چیزی اصلاً مطرح نشده است. Verhandlungen gefordert haben, oder? Also eine Forderung, niemals eine Atombombe zu bauen. Aber genau das wurde eben nicht. برعکس بین دو طرف چانه‌زنی و مذاکره انجام شده و پیشنهادها و ضد پیشنهادهایی رد و بدل شدند و این نشان می‌دهد که دو طرف در حال نزدیک شدن به توافق بودند. مجله خبری اکسیوس جزئیات جالب و تعجب کننده ای را منتشر کرده است. آمریکا از ایران خواسته که غنیسازی اورانیوم را برای مدت 20 سال متوقف کند. طبق منابع آگاه این پیشنهاد در مذاکرات اسلام آباد در آخر هفته مطرح شده بود. ایرانی‌ها در پاسخ یک زمانی کوتاه‌تر، یعنی کمتر از 10 سال را پیشنهاد کردند. همچنین آمریکا خواسته که ایران تمام اورانیوم با غنای بالا را از ایران خارج کند. اما ایران پیشنهاد داده بود که حاضر است یک فرایند کاهش غنیسازی تحت نظارت را بپذیرد. نکته مهم، با وجود اینکه هنوز توافقی حاصل نشده بود، ایرانی‌ها در صبح یکشنبه فکر می‌کردند که به یک توافق اولیه بسیار نزدیک شدند. اما ناگهان کنفرانس خبری ونس برگزار شد و او هیچ نشانه‌ای از توافق را نشان نداد. ایران را مقصر دانست و خروج هیئت آمریکایی از اسلام آباد را اعلام کرد. Keinerlei Anzeichen für eine bevorstehende Einigung erkennen, gab den Iranern die Schuld und kündigte den Abzug der US-Delegation aus Islamabad an. Die Iraner این موضوع باعث خشم شدید ایرانی‌ها شد. یکی از منابع گفته ایرانی‌ها از این کنفرانس خبری بسیار عصبانی شدند و این واقعاً نکته مهمی است. طبق این روایت آمریکا اصلاً نگفته که ایران هرگز نباید بمب بسازد، بلکه فقط خواسته در 20 سال آینده چنین کاری نکند و ایران هم در پاسخ یک پیشنهاد برای مدت کمتر از 10 سال داده. بنابراین در اینجا اصلاً درباره یک ممنوعیت کامل مذاکره نشده بود، بلکه فقط درباره مدت زمان آن چانه‌زنی می‌شد. علاوه بر این، ایران هم موافقت کرده بود اورانیوم با غنای بالا را از کشور خارج کند از طریق کاهش غنیسازی تحت نظارت آمریکا. یعنی از حدود 60% به حدود 5% برای استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای. پس مذاکرات واقعاً در مسیر خوبی پیش می‌رفت. به همین دلیل هم این مذاکرات 21 ساعت طول کشید و به همین دلیل هم بارها با دونالد ترامپ تماس گرفته شده بود. به نظر می رسید دو طرف واقعاً به یک توافق نزدیک شده بودند. اما ناگهان یک لحظه بحرانی پیش آمد. آمریکایی‌ها ناگهان همه چیز را لغو کردند و به مواضع حداکثری خود برگشتند و مذاکرات را به طور کامل پایان دادند. همین موضوع را وزیر خارجه ایران هم تایید کرد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت پس از 47 سال ایران با حسن نیت وارد مذاکرات صلح در سطح بالا با آمریکا شد تا به جنگ پایان بدهد. اما درست زمانی که تنها چند قدم تا توافق اسلام آباد فاصله داشتیم، ناگهان دوباره با خواسته‌های حداکثری روبرو شدیم. اهداف آمریکا دفعتاً تغییر کرد و آنها موضوعی کاملاً بسته را اتخاذ کردند. آنها هیچ درسی نیاموختند و اینجاست که ماجرا حساس می شود. وزیر خارجه ایران در واقع گزارش اکسیوس را تایید می کند. اینکه مذاکرات خوب پیش می رفت و دو طرف به توافقی بسیار نزدیک شده بودند. اما ناگهان چیزی تغییر کرد. آمریکایی ها به طور ناگهانی عقب نشینی کردند و دوباره خواسته های حداکثری را مطرح کرده و مذاکرات را ترک کردند. و حالا سوال بزرگ این است: چه اتفاقی افتاد که آمریکایی ها ناگهان ترمز اضطراری را کشیدند و تمام آنچه را که به سختی به دست آمده بود کنار گذاشتند؟ پاسخ ساده است: نتانیاهو. وزیر خارجه ایران گفت که مذاکرات به خوبی پیش میرفت. ونس در حال مذاکره با طرف مقابل بود، اما در همین موقع استیو ویتکاف و جارد کوشنر ناگهان وارد جلسه شدند، در حالی که اصلاً قرار نبود در آن اتاق حضور داشته باشند. گفته می شود آنها در میان مذاکرات وارد شدند و پیامی از طرف نتانیاهو را با خود آوردند. وزیر خارجه ایران همچنین میگوید که در طول مذاکرات ونس پیامی از نتانیاهو دریافت کرد و درست بعد از آن مذاکرات شکست خورد. JD Vance während der Gespräche einen Anruf vom israelischen Premierminister Netanyahu erhalten hat und danach die Verhandlungen gescheitert sind. اوه خدای من، این موضوع واقعاً شرم‌آور است. طبق این گزارش‌ها اول اسرائیل آمریکا را وارد جنگ کرد،
بعد جنگ را به بنبست کشاند و وقتی ترامپ متوجه شد که اوضاع برایش بد شده، سعی کرد از طریق مذاکرات صلح راه خروج پیدا کند. اما درست زمانی که مذاکرات به خوبی پیش می‌رفت و ایران گفته بود که فقط چند قدم از توافق فاصله دارند، نتانیاهو وارد ماجرا شد و مذاکرات را متوقف کرد و این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد. اول، نتانیاهو اصلاً به دنبال صلح نیست و می‌خواهد تا زمانی که ایران شکست بخورد به جنگ ادامه دهد، اما به تنهایی قادر به این کار نیست. پس هر نوع توافق صلح را سابوتاژ می‌کند تا آمریکا هم در جنگ باقی بماند. دوم، اینکه به وضوح دیده می شود که قدرت واقعی تصمیم گیری در دست ترامپ نیست، بلکه نتانیاهو حرف آخر را می زند و هرچه او بخواهد ترامپ مطابق آن عمل می کند. ولی چرا؟ خیلی ساده است. چون نتانیاهو مدارک حساس از پرونده‌های اپستین علیه دونالد ترامپ را در اختیار دارد و از آن برای تحت فشار قرار دادن او استفاده می کند. همچنین گفته می شود که جو کنت در هفته‌های اخیر بارها این موضوع را مطرح کرده بود و ادعا می کرده که اسرائیل پشت همه چیز قرار دارد و تا زمانی که جلوی نتانیاهو گرفته نشود، هیچ صلحی به دست نخواهد آمد. در این صورت ترامپ نمیتواند هیچ کاری انجام دهد، چون نتانیاهو ممکن است همه اطلاعات را افشا کند. به همین دلیل ترامپ به جنگ ادامه میدهد و یک ناو هواپیمای دیگر به منطقه اعزام می کند. اما یک نکته جالب وجود دارد. گروه ناو هواپیمای USS جورج H.W. بوش مسیر طولانی تری را انتخاب کرده و از اطراف آفریقا به سمت خاورمیانه می رود تا از عبور از دریای سرخ اجتناب کند. دلیل این موضوع چیست؟ طبق گزارشات، چون نیروهای حوثی در آن منطقه با موشک‌هایشان حضور دارند و احتمالاً به دنبال هدف قرار دادن چنین کشتی‌هایی هستند. نکته قابل توجه این است که همین گروه سال گذشته هدف حملات گسترده امریکا قرار گرفت و آن زمان گفته شده بود که کاملاً نابود شده‌اند. اما این تغییر مسیر ناو هواپیما برداشت متفاوتی را نشان می‌دهد. در پایان، نظر شما چیست؟ آیا واقعاً دو طرف در آستانه یک توافق صلح بودند و سپس این توافق متوقف شد؟ نظرتان را در کامنت ها بنویسید و اگر می‌خواهید در جریان بمانید، صفحه مستند را لایک و فالو کنید.